شماره 4 دره ارواح در قشم. دره ستارگان یکی از ترسناکترین مکانهای ایران به دره ارواح هم شهرت پیدا کرده. مردم محلی به اون استار افتیده یا استار کفته میگن که هر دوی اینا به معنی ستاره افتاده است که انگار یه ستاره از آسمون افتاده و اون دره رو به وجود آورده. با وجود بکری و فضای جذابی که ستاره ها برای مردم توی این دره به وجود میارن، خیلی از کسایی که به اونجا سفر کردن اونجا رو یکی از مخوفترین و ترسناکترین جاها نامگذاری کردن. خیلی از کسایی که شبها به دره ستارگان رفتن گفتن که صداهای عجیب و غریب و دلهره‌آوری از پشت تپه ها و سنگ ها و صخره شنیدن. با وجود اینکه مردم محلی عقیده دارن که ستاره ای از آسمون افتاده و خاک ها رو به آسمون بلند کرده و این دیواره های زیبا رو ساخته، اما دانشمندان عقیده دارن که فرسایش حاصل از وزش بادهای موسمی طی میلیون ها سال موجب تشکیل دره ستارگان شده. با وجود اینکه هر گردشگری دلش میخواد بره این دره و ستاره ها رو تماشا کنه توی شب، اما کمتر کسی وقتی آفتاب غروب میکنه توی این دره میمونه. حداقل محلی ها که نمیمونن. به عقیده اونا شبها ارواح و اجنه از پشت سنگ ها وارد میشن و دره ارواح پر از ارواح پلید میشه و اگر آدمیزاد بخواد آرامش اونا رو به هم بزنه به شدت بهش حمله میکنن.